خوش میگذره. تشکیله. تو اتوبوس براتون ویدیو گرفتم ولی از بس صدا ناواضح بود مجبورم دوباره بگیرم. اینی که اینجا میبینین بستن از همونایی که دور مچ گروگانشون میبندن، بعد زندونیشون میکنن، بعد دیگه برمیگردن بهشون میگن 365 روز وقت داری عاشقم بشی وگرنه میکشمت. آره خلاصه این از هموناست. ولی خب اصلا ما بستن برای اینکه پامون رو نذاریم روش. چقدر جیرجیرک صدا میده. ما رسیدیم سویت امیدوارم نمیریم، واقعا میگم تو این 4 روز ان نشیم چون خیلی گرمه، سردی، رطوبت، بدبختی. خوش میگذره. این اکسته، بر نسبت گاو البته.
حرفی واسه گفتن ندارم ولی اینجا خیلی جذابه. آره بچه اگه فکر میکنید که افسرده هستید باید بگم که شما افسرده نیستید. شما فقط به طبیعت نیاز دارید. شما فقط به طبیعت نیاز دارید و آغوش درخت‌ها و اسب. او مای گاد پولیه. آره ولی خب بالاخره خوشگله. بذار بهتون نشون بدم. نازه درخت هست. عنکبوت سلام بهونه قشنگ من. یه جوری باشه که انگار خیلی لذت ببرم. آره یه جوری باشه انگار نه انگار که مثلا نورش چیز یکم کم کن اصلا تو این کمه. بلدی؟ آره خیلی نکنی. چرا اینقدر نزدیک شد دهن تو سرویس میگه تو فکر میکنی تو ول میکنه بخوای تشکیله جدی میگه اینو خیلی بردن داره. منزل اینا الان به خونه ما گفتن ان هرچی میکشم از خودته، یکم از داداشم یاد بگیر. ای بابا ویل کن زن. بچه مثال بارز کونگور بقیه‌ای نگاه کن. حتی این کونش خیلی مشخص نیست ولی هر کی ازت بین کرد بهش بگه کونگور بقیه‌ای. دریا 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 من با تموم دردم آرزو میکنم کاشکی تو باری فردا عشقم رو ببینم کنار موجا. بریم دو چرخه بازی. Smooth. بابا خب بیا دیگه. بود این گوشتون سکنه بودم این سگه اگه ما رو بخوره چی؟ چرا پارس نمی کنه؟ بابا خیلی کوکولی آقا نه خیلی هم میشه میگونی پارس کنی؟ بلش کن در راهش رو میره گو نخور. این خوردم واقعا زیبایی. زانو این خالی کرد دیگه ما چی میگیم. بریم به نظرم تا گراز نیومده خیلی خوش گذشت. خدافظ.